روز سوم یا دوم در از گردشگری. بعد اینکه الان هم قراره بریم شهر رو بگردیم. یه روز آخری که میخوایم بگردیم. شب هم اینجا یه مراسمی هستش، فکر میکنم باشه. دارونم بیرون میخوریم و اینکه فردا خیلی خوب بود. هم راحت خوابیدیم، هم پا شدیم. ناراحتم ولی فردا قراره برگردم دوباره زندگی سگین. مسجد زرتشتیان نمیدونم دیگه چه جاهایی داره. صدای عجیب انگیمه. من اینو تو اینستا دیده بودم. خیلی عجیبه، 700 ساله که روشن مونده. حالا با این که فکر می‌کنم یه بار جاشو تغییر دادن. خیلی عجیبه. باحال اینجا. عکس میخوام. اونم کجا؟ یزد. همون شد. داریم میریم یه جای دیگه. خیلی باحال بود، خوشم اومد. پاییز. شرق ایرانه. گرفتم. خیلی دوستش دارم. مرده برم برگشت گفتش که کارت کشیدم. گفت حالا که دختر خوبی هستی خودت برو اینجا رو ببین، عکس بگیر، به کسی رو نگو. اینجا هم قسمت های دیگرش. فکر می‌کردم یزد اینقدر جای خوشگل داشته باشه، اما خب زیاد فکر نمی‌کنم باشه. این در حد 3-4 تا. نه آدم خیالی. اوه اینجا رو من خیلی اینجا رو دوست دارم. خیلی وقت همچین مسافرتی نیومده بودم مثلا که بیام قشنگ جا رو بگردم. واقعا حس میکنم مثلا اولین باره که تو این سن اومدم یه جایی که مثلا بگردم قشنگ. گود اینجاها رو او بریم بعدی. از اینجا اومدیم.
اومدیم این ور یک بنای دیگر. اینجی کوجی اینجا باحاله، یعنی کل منطقهش از اینای بعد راه میری یا مثلا یه در میبینی که کافه است یا مثلا غذاخوری و اینجور چیزاست. کل چیزش همینه، کل این منطقه همینه که میخوره به مسجد جامعه و اینا. براتون نگاه کنین هر جاش از این چیزاست. من بارون اومد اینجا خیلی خوشگل شده. باورم نمیشه یزد بارون اومده، با خودمون بارون آوردیم. یعنی روز که اومدیم فیلم گرفتیم خلوت بود. تازه هست دیگه همین فیلمش. چقدر الان شلوغ شده، تازه همه اینا باز شده. برای اینکه وارد این مسجد میشدیم باید چادر میذاشتیم. اوتفیت 10 از 10. گذشت ممنون، خدا نگهدار. اصلا یادم نیست ولی یادمه، ولی یادم خیلی بهش خندیدم. یامان حس چیه که بهت باشد. ماشین داریم برمیگردیم. نه داشتیم. بالاخره خونه